بله واسه من توی یوتیوب کلیپ درست میکنی فکر کردی من مردم که واسه کلیپ درست تو زنده ای؟ الو مگه این یارو نمرده بود؟ ما براش ویدیو گذاشتیم، الان چیکار کنیم؟ اگه بگیرم گلوت پاره است بیشتر نیازه اخطار میدم بهت اگه دیگه باز با تلفن اینو دیگه نفهمیدم چی گفت. از تلفن استفاده نکن بابا لامصب دیگه تلفن من خط نیفتاد که نه خدا میگفت غذا که دست نخورده، نوشابه هم درش بسته از هوا میجویی؟ چقدرم گشنم بود آجی. چیکار داره میکنه شما مردگاه خر؟ غذای منو برمیداری بابا مگه اینو نخونده بودی؟ همینو با هم میگفتی. اشکال نداره، ادامه بدیم. غذای خودم خانم. نه از رو میز من غذا رو برداشتی غذای خودم خانم. تنها چیزی که تو این ویدیو طبیعیه باده. چی داری میگی غذای آقا شما رو میزتونه. چیزی مصرف میکنی؟ من مصرف میکنم ولی برای منم دیگه این خیلی ضایع. برای اینکه مثل اینا نشید رسول رو فالو کنید.